آیا میدانید که مردم تاجیک را کیها شرمنده و بی‌آبرویی میکنند؟ آن کسانی که کارهای فحش و زیناکاری میکنند، یا آن کسانی که چنین کارهای فحش و زیناکاری را نواربرداری کرده در شبکه ها پهن میکنند؟ کدامشان؟ ببینید، اگر آن نواربرداران خیانتکار که تلفنی در دست هر چیزی دیده اشان را نواربرداری میکنند و بعضی بلاگران فاسق چنین نوارهای شرمنده کنی را پهن نمی کردند، مگر کار به اینجا می رسید که زنان تاجیک را با نام فاحشه شناسند و باوری با آنها باقی نماند؟ از این معلوم می شود که آن کسانی که چنین نوارهای فحش و شرمنده کنی را نوار برداری می کنند و آن بلاگران فاسق که چنین نوارها را در شبکه ها پهن می کنند، ملت تاجیک را شرمنده می کنند. به خاطر 2 تنگ پول یوتیوب و به خاطر لایک و پرسماتر یک ملت بزرگ را شرمنده می کنند. این خود ما هستیم که با تمام دیوسی و بیغیرتی چنین نوارهای فحش و شرمنده کنی را دستگیری می کنیم. با لایک و کامنت نوشتن و با پدلیچه کردن هرچی بیشتر و بیشتر آن را پهن می کنیم. این فاسقان را در کار گناه یاری می دهیم. پس وای بر حال ما بر این مسلمان. برادران و خواهران عزیز، در کانال چنین فاسقان آبونه نشوید. آنها را به کار گناه یاری ندهید و بیش از این ملت شریف تاجیکستان را شرمنده و بی‌آبروی نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.